برادر عزیز حبیب خدا میگویم من وقتی نزد دروازه جنت ایستادگانی میکنم اکثری آن کسانی که این جنت پرنام پر نعمت خدا میبرند از تمام نعمت این جنت استفاده میکنند از اکثری آدمای مسکین فقیر بیچاره ناتوان بی‌صاحب جاش پیغمبری خدا ما چک بگو بقبو بگو بقبو بقبو مردمی که در دنیا پولدار بودند مردمی که در دنیا نامشون پیغمبری خدا امر میکرد بگی بگی هیچ نمیکنم بچه لا تزول قدم عبد يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه زنا می‌پرسیم من أين اكتسبه از کجا این درآمدی تو از کجا از کجا این مبلغ برایت آمد از کجا این خوشی‌ها پیش براخی این راحتایی که تو در دنیا کردی اینا از کجا را کردی یا بوری دیگه یا بوری دیگه یا بوری ما دیگه میپرسیم من أين یا بوری دیگه اکتسبه و کدام را تو یا کسب کردی یا بوری دیگه و فیما انفقه کی کدام را کلاش پول دادن خدا را تو صرف کردی دو سوال خدا دارد خدای مهربان دولتان اجازه زاید کنند لیکن در برابر زاید کردن مال شما خدا ایمان شما را قوی کند خدا ترسی شما را زیاد کند نه ما چکشتی بریم انصاف و شفقتی شما را زیاد تو کشی کند ایساس شما را ملت دوستار کند اسلام دوستار کند حس ملی شما را خدا زنده نگه دارد خب برادر عزیز خدا برات این که مبلغ داد و تو دختر صنف 8 بری به آبرو کنی که او بیچاره با کشتار تیار است برای 400 دلار تو حیات میسوزد همینطور اول از غم فرزندان دست یاد میخورد ماله برادر عزیز رویسا